سلام كمسك الختام. خود را از این جمله لعنت کردگان قرار ندهید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رباخور، ربا دهنده، نویسنده و شاهدان ربا را لعنت کرده و فرمودند جرم و گناه همه آنها یکسان و یک خیل است. روایت مسلم. دوستان عزیز، بنابراین همکاری در نوشتن و یادداشت نمودن ربا، قبول کردن و یا سپاریدن ربا، همچون امانت قبول کردن و آن را نگه و حفظ کردن نیز جایز نیست و به صورت کلی باید گفت هر گونه شرکت کردن و همکاری کردن در کار ربا به هر نمود نباشد حرام و ناجایز می باشد. پس دوستان عزیزم ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لعنت گفتن هر کسی را که به این کار دست میزند و هر کسی را که به این کار کمک میکند. معنای لعنت چیست؟ یعنی محروم شدن از رحمت خداوند. پس هر کسی که به ربا دست میزند، ربا میدهد، ربا میگیرد، شاهد میشود و این چنین یاری میدهد برای مال را به دست آوردن، برای حفظ کردن مال، همه اینها در لعنت خداوند گرفتارند. یعنی همه اینها از رحمت خداوند دور هستند. و چی کسی میتواند از رحمت خداوند دور بوده سعادتمند و خوشبخت باشد؟ هیچ کسی، ولی هیچ کس از رحمت خداوند دور بوده سعادتمندی این دنیا و آخرت را نمی دریابد. پس دوستان عزیز، خود را از این جمله لعنت کردگان قرار ندهید. اگر تا امروز از جمله آنها بودید، پس توبه کرده به سوی خداوند بازگردید. از این کار دست کشید. خداوند توبه پذیر است و گناهان شما را انشاءالله می بخشد. و اگر یار و دوستان برادران شما به این کار دست زده ایستاده اند و شما می دانید، آنها را دعوت کنید که تا از این کار حرام دست بکشند. حداقل می توانید این ثبت را و این حدیث را به آن دوستتان ارسال کنید. اگر خواست خدا باشد ممکن است که آن دوستتان از این کار گناه، از این گناه کبیره دست کشد. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.